یکی از سوالاتی که خیلی از متقاضیان براشون ایجاد میشه این هستش که با احداث یک نیروگاه خورشیدی 5 کیلوواتی روی سقف پشت بوم خونه چه نیرویی رو سقف وارد میشه؟ آیا برای سقف قابلیت تحمل وجود داره؟ پنل های خورشیدی، سازه و ملحقات جمعاً حدود 20 کیلوگرم بر متر مربع نیرو به سقف وارد میکنن که ما با ضریب اطمینانی که بهش میدیم در محاسبات 25 کیلوگرم لحاظ میکنیم. یعنی برای یک نیروگاه 5 کیلوواتی وزن کل وارده روی ساختمون حدود 1500 تا 1250 کیلوگرم میشه که این در یک سطح گسترده است و در مناطقی هم که در شمال کشور قرار دارن وزش باد یا بارش برف و بارون دارن به علت شیبدار بودن سطح پنل‌های خورشیدی خیلی جای نگرانی نداره. فقط موضوعی که هست ساختمون هایی که عمر اونها از 20 سال بیشتر هست در زمان احداث حتما باید برگه استحکام بنا رو از مهندس ناظر دریافت بکنن. اگر باز هم سوال خاصی دارید میتونید این زیر از ما سوالات خودتون رو بپرسید.